باور بکنید امروز کفار نسبت به مسلمان‌ها مهربانتر از خود مسلمان‌ها به خودشونن. اینایی که با کار سر مردم میبرن، مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه، هر کسی، اون اندازه که امروز مسلمان داره مسلمان میکشه و سر مسلمان میبره و ناموس مسلمان داره مصادره میکنه و کودکان مسلمان داره تارمار میکنه، کفار نمیکنن، خود مسلمان ها دارن میکنن. یک توبه جانانه لازم هست، باید بر بگردیم، هیچ راهی دیگه نیست. دنبال خشونت نرو که خشونت تو رو شکست میده. خشونت و ظلم مثل اسلحه است که لولش به طرف خودته، فکر نکن به طرف دیگری است. خشونت در همه مذاهب انسانی و مذهب عقلا و در همه ادیان آسمانی محکومه و محکوم به فناست.